پس از سپری شدن ماه مبارک رمضان، بازار قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها در بخش‌های مختلف شهر به ویژه در ساحه شهر نوی کابل بار دیگر گرم شده است. شماری از باشندگان کابل میگوید که پس از رمضان رفت و آمد به این مکان‌ها افزایش یافته و مردم تلاش می‌کنند که در کنار مصروفیت‌های روزانه ساعت‌ها را در فضای آرام قهوه‌خانه‌ها با دوستان و عضوهای خانواده‌هایشان سپری کنند. در بسیاری از نقاط شهر قهوه‌خانه‌ها تنها محل نوشیدن چای و قهوه نیست، بلکه به مکان‌ها برای دیدارهای دوستانه، گفتگوهای اجتماعی و حتی بحث‌های کاری و فرهنگی تبدیل شدند. مالکان قهوه‌خانه‌ها میگویند که در جریان ماه مبارک رمضان فعالیتشان محدود به ساعت‌های پس از افطار بود، اما اکنون شمار مشتریان در جریان روز افزایش یافته و کاروبارشان نیز بهتر شدند. به واسه پروردگار رونق قهوه‌خوری بعد از رمضان خوبتر شده و روز به روز خوبتر شده روان است. دیگه در تایم‌های مختلف هموطنان ما تشریف میارن. دیگه فعلا ما مصروف خدمت به هموطنان خود هستیم، چی از بخش آقایان باشه و از بخش خانم‌ها باشه. انشالله با حسن صورت چیز وظیفه‌ای که به ما سپرده شده که مهمان نوازی از مشتری هاست، ما در خدمت هستیم. به خاطر رفع خستگی اینجا یک جای آرامش بخش است، به او خاطر اینجا تشریف میارن و قهوه نوشجان میکنن. شماری از مشتریان نیز میگویند که قهوه‌خانه‌ها در کنار فراهمسازی فضای آرام نقش مهمی در ایجاد رابطه اجتماعی و کاهش خستگی روزمره دارند. قهوه یک ذره برای اعصاب و به چیزا یک ذره خوبتر از بعد از اینکه درس یا تمام میشه میایم قهوه نوشجان میکنیم. هفته 2 بار 3 بار اینجا میایم. قهوهشون بسیار عالی است. مزه خوب داره. در همین حال مسئولان برخی قهوه‌خانه‌ها از تنوع در ارائه خدمات نیز سخن میزند. محصولات ما که است محصولات است که قهوه است، قهوه به حساب زنده هست که ما او را در آسیاب اینجا آسیاب میکنیم و بعد از او باز اینجا شیرش میگیریم و بعد از او بعضی از دوستاست که قهوه را مثلا با شیر میخورن، بعضی هست که همونطور خالص میخورن و ما همین محصولات داریم که اینجا برای مشتری خود پیشکش میکنیم. آگاهان اجتماعی باور دارند که قهوه‌خانه‌ها در جامعه شهری افزون بر جنبه‌های اقتصادی نقش مهمی در تقویت رابطه اجتماعی و ایجاد فضای تعامل میان شهروندان دارد. با وجود چالش‌های اقتصادی، بسیاری از شهروندان تلاش می‌کنند که تا با امکانات محدود لحظه‌هایی از آرامش و دیدارهای اجتماعی را برای خود فراهم سازد. در همین حال مالکان قهوه‌خانه‌ها امیدوارند که این روند ادامه یابد تا بتواند در شرایط دشوار اقتصادی درآمد بهتری برای تأمین مخارج زندگی داشته باشند. قهوه‌خانه‌ها در کابل پس از پایان ماه مبارک رمضان بار دیگر به یکی از مکان‌های زنده و پر رفت و آمد در زندگی شهری تبدیل شده‌اند. جایی که در کنار چای و قهوه گرمای دیدارها، گفتگوها و لحظه‌های کوتاه آرامش را میان شهروندان تقسیم می‌کند.